امشب آخرین شب اقامتمون تو جزیره قشمه. ما حدود 10 روز پیش وارد جزیره شدیم و خیلی خلوت بود، ولی امروز اول فروردین 1403 انقدر مسافر اومده تو جزیره که دیگه جا نیست. کیپ تا کیپ چادر زدن. درسته که جزیره قشم خیلی زیباست، ولی وقتی جمعیت خیلی زیاد باشه نمیشه از زیبایی لذت برد. واسه همین ما فردا جزیره رو ترک میکنیم.